أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اجازه بدهید امشب خصوصا طلاب جوان در مجلس ما حضور دارند خودمون رو محک بزنیم با توجه به اینکه ایام متعلق است به امام زمان روحی له الفدا، ببینیم که در کارنامه اعمالمان آیا ما به وظایفی که اهل بیت روحی لهم الفدا به گردن ما گذاشته‌اند عمل کرده ایم یا نه؟ اجازه بدهید عنوان بحث ما وظایف ما در عصر غیبت باشد. این که میگم وظایف ما در عصر غیبت اینطور نیست که تمام مواردی را که برای شما ذکر می کنم در عصر غیبت مفروض بوده است، خیر. اما چون ما در عصر غیبت هستیم، موظفیم بنابر فرمان اهل بیت روحی لهم الفدا عامل به آنچه که بر ما به یادگار گذاشته اند باشیم. لذا عنوان می کنم وظایف ما در عصر غیبت چیست؟ شما می دانید قرآن کریم هدف از خلقت انسان رو بیان کرده است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو خلق نکردم مگر عبادت کنند. مراد از این عبادت نماز نیست، روزه نیست، مراد عبودیت واقعی است، یعنی تسلیم در مقابل خداوند متعال. وقتی انسان تسلیم در مقابل خدا شد، تمام دستوراتی که قرآن کریم به گردن انسان می اندازد عمل می کند. نمونه مثال میزنم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیامبر اکرم زحمات فراوانی رو کشید، مصائب زیادی رو تحمل کرد، هر آنچه توانستند بر پیامبر اکرم از آزار و اذیت روا داشتند. اما خداوند متعال فرمود ای رسول خدا به آنان بگو اگر میخواهند مزد تو را بدهند نزدیکان تو رو دوست بدارند. مراد این که نزدیکان تو رو دوست بدارند یعنی چه؟ یعنی عمل به آنچه که بر بندگان فرض کرده اند. شما میدانید پیامبر اکرم وحی رو بر ما ابلاغ کرد، خاندان اهل بیت روحی لهم الفدا آمدن بیان کردند و سعادت انسان رو در گرو آن قرار دادند که عمل به دستورات الهی بشود. خب این که یه صلوات بفرستید. شما اگر بخواهید پی ببرید که این دوستی اهل بیت چرا بر ما فرض شده است، باید به قضیه مباهله
اهل نجران بروید هنگامی که پیامبر اکرم برای نصارای نجران فرستاد که ایمان بیاورید. صحبت کردند، ایمان نیاوردند. گفتند ما مدینه می آییم با پیامبر صحبت می کنیم. مدینه آمدند، زیر بار نرفتند. نهایتاً بنا شد که با پیامبر اکرم مباهله کنند. لذا وقتی جمع شدند در مسجد مباهله، بزرگ نجران بهشون گفت وقتی پیامبر آمد ببینید با چه کسی وارد مجلس می شود، آنگاه مباهله کنید. خدا حجتش رو میخواد اظهار کند، بهترین بنده هاشو میخواد معرفی کند، دلیل اسلام رو میخواد عرضه کند. اسلام دارد بحث می کند، احتجاج می آورد، دلیل می آورد. قانع نشدند، لذا پیامبر بنا شد مباهله کند. هنگامی که بزرگ نجران به همراهان پیامبر نظر کرد، به نصارا گفت نصارا اگر شما با این پیامبر مباهله کنید کسی از شما بر روی زمین باقی نخواهد ماند، از بین خواهید رفت. جزیه بدهید و آنچه پیامبر میگوید عمل کنید. این وجوهی که نور از صورت آنها تلألؤ می کند، اینها اگر مباهله کنند شما رو پودر می کنند. لذا چی میگوید قرآن کریم؟ میفرماد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اینا دلیل قرآنن. اگر سعادت اخروی رو میخواهید دنبال اینها باشید، اگر میخواهید از این دنیای فانی خلاص بشوید دنبال اینها باشید، چون اسلام آمده است تا سعادت بشری رو بر ما به ارمغان بیاورد. پس اولین اقدام این است که ما در اصل غیبت بدانیم که ما عبیدیم، ما مولا داریم، در مقابل او باید خاضع و خاشع باشیم. وقتی به ما اطلاق بنده و عبید می شود که هر آنچه مولای ما بر ما گفته است باید به اون عمل کنیم. در اصل غیبت ببینیم که قرآن کریم چه فرازهایی رو بر ما فرموده است، باید بر طبق اون عمل کنیم. اول اونها رو بشناسیم و وقتی اونها رو شناختیم تاریخ و زندگی اونها رو الگو قرار بدیم برای خودمون. اسلام وقتی تو خطر میفته انسان اون وقت معلوم می شود چقدر دین داره، چقدر دینش محکمه، چقدر اخلاص نسبت به اهل بیت وجود داره. لذا اول که حرکت کرد ان الله شاء ان یرانی قتیلا، اسلام در خطر است، نیاز به جان دارد. این عبودیت رو امام حسین روحی له الفدا اثبات کرده. آمدند امام حسین رو برگردانند. محمد حنفیه صحبت کرد، دیگران صحبت کردند، قبول نکرد. گفت خدا اراده کرده است من در خونم بغلطم و در مسیر فرمود که انی به اوصالی تقطعها او تقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. میدونست دشمن خطرناکیه، میدونست دشمن تکه تکه او رو خواهد کرد، اما چون اسلام در خطر است، چون خود رو عبد میداند در مقابل مولا، جان خودش رو فدا کرد. میدونید بنده واقعی کیست؟ بنده واقعی علی اکبر است. اینا همینطور که میرفتن به طرف کربلا، دارم نمونه براتون بگم بعد به خودمون برگردیم.
ببینیم آیا واقعا ما نسبت به دین این گونه هستیم؟ آیا وقتی دین در خطر است این گونه جانفشانی میکنیم؟ یه لحظه امام حسین خوابش برد. بعد بیدار که شدن روی اسب همینطور که حرکت میکردن به طرف کربلا یه لحظه خوابشون برد. استرجاع کردن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر روحی له الفدا پرسید بابا جان چه شده است؟ گفت در خواب دیدم منادی صدا می کرد القوم یسیرون، اینا حرکت می کنن، القوم یسیرون و المنایا تسری الیهم، اینا دارن میرن اما مرگ پشت سرشونه. بعد پرسید بابا جان السنا علی حق، ببین عبودیت رو در مقابل خدا، مگر ما حق نیستیم؟ فرمود بله فرزندم. بعد جواب علی اکبر رو ببینیم اذن لا نبالی بالموت، لذا ما از مرگ ترسی نداریم. یک وظیفه دیگری که برگردن ماست اصل غیبت آن است که در تأیید و انکار باید دقت کنیم. چرا؟ وقتی که جابر ابن عبدالله انصاری حرکت کرد به سوی کربلا با عطیه اوفی، اینا وقتی که آماده شدن برای زیارت و جریان مفصلش تو مقاتل هست، در اربعین سید الشهدا سلام کرد بر امام حسین 3 بار، جابر جوابی نشنید. بعد این جمله رو گفت عطیه من و تو در لشکر سید الشهدا بودیم و ثواب شهدای کربلا رو بردیم. گفت جابر تو که نابینا بودی منم که نبودم، چگونه ما ثواب اینها رو بردیم؟ جابر گفت عطیه خودم شنیدم، یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. اگر کسی قومی رو، گروهی رو، طایفه ای رو دوست داشته باشد، خدا فردای قیامت او رو با اونها محشور می کند. و اگر عمل قومی رو دوست داشته باشد، خدا فردای قیامت اونها رو شریک اون عمل می کند. یعنی در اصل غیبت مواظب باشید، عبد که هستید اما تأییدتان و گفتارتان و انکارتون باید دقیق بشه. فردای قیامت اعمال رو دست شما میدهند، نگاه میکنید عملتان سیاه است. چرا؟ چه کردم؟ چرا آن همسایه‌ای که ظلم کرده بود به همسایه تو او رو تأیید کردی؟ چرا پشتیبان او بودی؟ تو میدانستی که این مظلوم است، به او ظلم کرده است. هر عذابی که شامل اون همسایه است شامل تو هم هست. خدایا چرا ما را با این مشرکین و نادانان محشور کرده ای؟ مگر یادت رفت آن روزی که جلسه مباحثه بود و تو پشتیبانی از این قوم گمراه کردی و منکر فلان قضیه اهل بیت شدی که تو رو از ملت خارج کرد؟ با اینها باید محشور بشوی. لذا پیامبر فرمود یا جابر هر کسی که قومی رو دوست داشته باشد خدا با همون قوم محشورش میکنه. یا جابر هر کسی که به عمل قومی راضی بشود با اون عمل شریکش میکنند. این وظیفه دیگری است در اصل غیبت که باید آگاه باشیم. اما وظیفه دیگر ما در اصل غیبت این است: سیمری یا سمری
آخرین نائب امام زمان روایتی رو نقل کرده است از امام زمان. امام زمان روحی له الفدا توقیعی دارن به ایشان که سمری بدان نیابت غیبت صغرا تمام شده است و غیبت کبرا شروع می شود. هر کسی ادعای مشاهده کرد، یعنی هر کسی ادعا کرد که مرا می بیند، دروغگوست و افترا بسته است. سیأتی الی شیعتی من یدعی المشاهده الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتر. بدان سیمری اگر بعد از اینکه غیبت کبرای من شروع شد کسی ادعا کرد مرا مشاهده کرده است، مکاشفه شده است، دروغ میگوید، افترا بسته است. اما یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا امام زمان اگر اراده کند کسی رو ببیند این قابل انکار نیست، این مورد بحث ما نیست. امام زمان الان اشاره خواهم کرد برای خصوصا طلاب جوان که گول نخورن، دنبال این حرف ها نروند و آخرشون دینشون تضعیف بشه، تو دوران طلبگیشون دل سرد بشن. اگر امام زمان اراده کنه کسی رو ببینه اون درسته. امام زمان میخواهد پیامی رو برساند به واسطه شخصی، این درسته. و اگر مشاهده و مکاشفه مربوط به دین باشد اینم درسته. نمونه هاش رو مثال بزنم. شیخ مفید در عصر غیبت علمای ما حفظهم الله و رحم الله الماضین، اینا حافظ دینن، مردم میان مسائلشون رو سوال میکنن، این هم جواب مسائل رو میدن. شیخ مفید در مسئله اشتباه کرده است و امام زمان در عصر غیبت وظیفه‌اش این است که حکم الله رو اصلاح کند، حکم الله رو بیان کند. این مربوط به وظیفه امام زمانه. لذا آن جوان می آید پیش آن سائل و به سائل میگوید آقا میفرمایند شما اون خانم رو شکمش رو پاره کنید، بچه رو سالم در بیارید، بعد دفنش کنید. جوان که اومد گفت شیخنا اون دفعه چی شد؟ متوجه شد شیخ مفید عنایت امام زمان است، این شکی توش نیست. یا امام زمان ارزش علما و بزرگان رو میخواهد بیان کند، تقدیر کند. ابن خولوی و جریان حجر الاسود مفصل است. و قضیه علی ابن مهزیار امام زمان میخواهد بگوید من ناظر بر اعمال شما هستم. شیعیان من میدانم که در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. یا قضیه بحرالعلوم، این همه ائمه ما اشاره کرده اند بر عظمت شعائر. اتجلسون و تحدثون، آنقدر ترغیب کرده اند شیعیان رو و امام زمان ظاهر می شود امام علامه بحرالعلوم که عظمت این امر رو بیان کنه که مردم دل سرد نشن. این شعائر است که می تواند دین رو نگه داره. اینا رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه. کسی که ادعای مشاهده می کند سیمری به مردم و شیعیانی که ادعا می کنند بگو اینها دروغگو هستند، من در عصر غیبت نمایان نیستم اما غیر مهملین لمراعاتکم. پس امام زمان اگر اراده کند کسی رو ببیند میبیند، اگر دین اقتضا کند که وجود مقدسشان نمایان شود نمایان می شود. اما این شغال و بقال و پیرزن و اینا هر روز ادعایی می کنند و به جوانها میگند و برای خودشون نمیدونم دار و دسته درست میکنن. آقایون به فرمان امام زمان فرمود اینا رو تکذیب کنید، اینا واقعیت ندارد. و مورد دیگری که باید اشاره کنم در عصر غیبت باید توجه به اون کرد این است. امام صادق فرمود
کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. وقتی شما رو دید کسی از این رفتارت، اخلاقت، کردارت لذت ببرد، رحمت بفرستد بر صاحب مذهب امام صادق روح له الفدا. چون طلاب جوان در جلسه بیشترن، اجازه بدید بحث رو، جریان رو ببرم رو طلاب جوان. آقایون طلاب، میدونید قدیم طلاب چجوری جذب حوزه می شدن؟ میدونید قدیم این طلاب چگونه این گرما و سرما و گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکردن و وارد زی طلبگی میشدن؟ من و شما که هنر نکردیم. الان امکانات فراوانه، حجره داری، در هر حال درس ها منظم است، استاد وجود دارد، در امورت ولو مشکل هست، معونه خرج کم است ولی داره پیش میره. مرحوم والد من خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، میگفت همین ایامی بر ما گذشت در این فیضیه قوم چیزی بر خوردن نداشتیم، گرسنه تو حجره می نشستیم. اما اجازه بدید سوال از خودمون بکنیم. پرسیدم آقا جان این طلبگی با این مشکلی در اون زمان جذبش چگونه بوده؟ گفت این صورت نورانی طلاب، این آقایون معنون آنقدر نورانی بودن که من بچه تاجر بودم، اما نورانیت صورت اینها مرا به آخوندی جذب کرد. این نورانیت کجاست؟ این جذبها کجاست؟ کجا ما مشکل داریم؟ آیا ما در عصر غیبت به فرمان امام صادق که فرمود کونوا لنا زینا واقعا عمل کردیم یا نه؟ من نمیدونم. اون آخوندی که میره در ورزشگاه مربی ورزش میشم، همین در مشهد شما لباس مقدس امام زمان رو جلو مردم در میاره، بولینگ و بیلیارد که بازی قمار اینها شبهه قمار داره، آقا مربی این دوتا ورزشه. این آقا فکر میکنید کونوا زینا لنا، یا مردم وقتی نگاش میکنن میگن تو کی وقت درس داشتن؟ این علمای بزرگ وقت کم میآوردن، تو چگونه وقت آوردی؟ یا اون طلبه‌ای که ورزشگاه میرود همراه با جمعیت میپره پایین میپره بالا، بفرمایید ببینم این زینه برای امام صادق و مکتبه، این زیباییست برای مذهب. اون طلبه‌ای که موسیقی رو بلند میکند، اسم پسرش رو اسم غربی گذاشته و میگه من لذت میبرم از شنیدن این موسیقی، این زی طلبگیست. این هموناست که نورانیت تو صورت اونهاست، این عنایت شده به او. کسی که میخواهد طلبه بشود باید دنیا و ما فیها رو ترک کنه، طوری که حرکاتش، سکناتش مردم رو یاد خدا بیاندازد. ما این لباس رو که قبول کردیم، این راه رو که انتخاب کردیم، بعضی از امور بر ما حرام می شود. ما ادعا می کنیم پامونو گذاشتیم جای پای انبیا، پامونو گذاشتیم جای پای اولیا. باید خلق و خویمان، گفتارمان، کردارمان، حرکاتمون رو وقتی مردم می بینن لذت ببرن، رحمت بفرستن بر امام صادق روحی له الفدا. لذا خیلی سخته. آخوندا سه گروه هم، یه گروه که اصلا معلوم نیست چرا این لباس رو پوشیدن، یه گروه نصف و نصف هم. وقتی ازش سوال میکنی که آقا برای چی آخوند شدی، میگه خدا ببینیم چی میشه. یه گروه هم نه، همون اول که ازش سوال میکنی میگه اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. برای خدا فلولا نفر من کل فرقه، من لبیک به ندای خدا گفتم، محض تسلیم امر خدا. لذا این طلبه های مقدس رو میبینید تو خیابون چیزی نمیخورن، تو فروشگاه وارد نمیشن، حدود اون زی طلبگی رو مراعات میکنن،
با همسرشون که رد میشن خانمشون اگر محجبه گوشیه نداشته باشه حرکت نمیکنن، همه رو مراعات میکنن. چرا؟ چون این راه که انتخاب کردیم اقتضای این رو میکنن. طلبه باید از کوچکترین اموری که فهم می آورد برای مذهب دوری کنه. لذا مردم، ما همه موظفیم، هم طلاب هم شما عوام، که طوری برخورد کنیم و طوری حرکت کنیم که ای گفتن چی است رحمت بفرستن بر این مذهب و مکتب. و امر دیگر که در عصر غیبت باید به اون اهمیت داد، مسئله انتظار فرجه. یعنی کسی خواهد آمد که الان وجود دارد و ناظر بر اعمال ماست، چون میدانید شب 19 نامه اعمال ما نوشته می شود، شب 21 به امام زمان عرضه می شود خوشا به حال آن طلبه متدین و مؤمن فانی در اهل بیت و خوشا به آن مردمی که قدر و منزلت اهل بیت رو دانسته‌اند. این دست مبارک امام زمان شب 23 امضا می کند. خدا نکند که کسی دل امام زمان رو به درد بیاره. آقایون طلبه جوونا، میدونید کارهای شما دل امام زمان رو به درد میاره؟ میدونید موهاتون، شکل ظاهرتون، حرکتتون، حرف زدنتون، درس خوندنتون اگه موزون نباشد دل امام زمان به درد میاد. میدونید یا نه؟ چون امام زمان خدا این قدرت رو بهش داده که ناظر است. نمونش رو مثال بزنم. این علی ابن مهزیار میگه من وقتی وارد خیمه شدم این دو دیده من به صورت مبارک امام زمان افتاد، از خود که بی خود شدم آقا یه سوالی از من کرد، فهمیدم که امام زمان همه را میشناسد و همه را زیر نظر دارد. تو حجره چیکار میکنی؟ با مردم چجوری صحبت میکنی؟ خلق و خود چجوریه؟ این شهریه امام زمان رو چگونه مصرف میکنی؟ فکر کردم امام زمان در دیار ماست. گفتم آقا همینطور که میفرمایید بله اون هست، همینطور که میفرمایید. امام زمان میخواد بفرماید علی ابن مهزیار من ناظرم، همه را میبینم، همه میدانم چی کار میکنن. اون کسی موفق میشود و مسیر رو درست میرود، انسانی میتواند این مسیر رو طی کند که امام زمان دستش رو بگیره. مرحوم والدم نقل میکرد، میگفت یک روز در حجره نشسته بودیم، من و هم حجره‌ایم، خدا میداند چیزی برای خوردن نداشتیم، لذا حجره نشسته بودیم، من این طرف حجره، دوستم روبروی ما که چیکار کنیم امروز برای خوردن ظهر. چند لحظه گذشتم در حجره رو میزنن، در رو که باز کردم دیدم یه شخص کت و شلواریست است. گفت آقا شما نماز وحشت میخوانید، این پول رو بگیرید برای میت ما که آوردیمش حرم حضرت معصومه، شب نماز وحشت بخوانید. اینا عنایت، فکر نکنید اینا قصه است، اینا واقعیت، چون ناظر است، چون میداند، چون میبیند. این وعده الهی است. صحیح است امام زمان غائب است، اما این غیبت خودش اینطور نیست که بعضی نادانان القا میکنن امامی که غائب است چه فایده دارد. این سره، این جزء امتحان ماست که امام زمان ما غائب باشد و ما امتحان بشویم. امام صادق فرمود من مات منکم علی امرنا هذا فهو بمنزلة من ضرب فسطاطه علی رواق القائم. اگر کسی منتظر امام زمانی باشد که بعد خواهد آمد، مثل کسی است که در حجره و چادر امام زمان زندگی می کند. این مسئله انتظار فرج مهمه.
شاید شما سوال بکنید که این انتظار فرج چه فایده ای داره؟ اولا انسان اگر حامی داشته باشه، کسی داشته باشه پشتیبانش، به طوری که اگر به او توسل کرد جواب بدهد به نص آیه قرآن وابتغوا الیه الوسیله، در دینش دلگرم میشه. آخه مشکل ما اینه، بعضیا توسل پیدا نمی کنن، نتیجه نمیگیرن. میدونید چرا؟ چون ما همه درها رو میزنیم، به هر کسی رو میزنیم، بعد آخرش یادمون میفته صاحب داریم، آخرش یادمون میفته که کسی داریم که هوای ما را دارد. اون نتیجه نمیگیرد، اون قلب جای دیگه است. اون کسی میتواند نتیجه بگیرد که در مقابل اهل بیت خاضع باشد، اونا رو سفینه نجات بداند. ولی من دستمو به این دراز کردم، به اون دراز کردم، به اون دراز کردم، مایوس شدم. الان فهمیدم که یه باب الحوائجی هست، اون چیزی نخواهد. یکی دیگر از مواردی که در اصل غیبت بر ما فرض شده است مسئله شعائره. آقایون دشمن نه حالا از ابتدای رحلت پیامبر اکرم روحی له الفدا از سقیفه بنی ساعده شروع شد مبارزه با تشیع تا یومنا هذا. اما دشمن امروز تنها اسلحه‌ای که میتواند دین رو از بین ببرد تضعیف شعائره. لذا امام صادق فرمود اتجلسون و تحدثون انی احب تلک المجالس رحم الله من احیا امرنا. میدونید امام اگه دعا کرد گفت خدا رحمت کند یعنی چی؟ یعنی این فردا از اهل بهشته. می نشینید آقایون طلبه تو حجره، می نشینید صحبت از اهل بیت میکنید تا نیمه شب. آقایون مؤمنین و متدینین دوره بر هم که میشینید از اهل بیت میگویید. بعد میدونید امام صادق چی فرمود به فضیل ابن یسار؟ فضیل ابن یسار از یارای امام باقر و امام صادقه، تو زمان امام صادق فوت کرد. این غسالی که اینو شست اومد خدمت امام صادق گفت آقا این فضیل ابن یسار کی بود که از دنیا رفت؟ امام فرمود چرا؟ چه شد؟ گفت من غسلش میدادم خودش دستش رو بر روی عورتش گذاشت. گفت بله این اهل خدا بود، در دنیا ساتر بود، در حال مرگش هم نمیخواست ستار رو کسی از او بردارد. همین آقا نقل میکنه، همین فضیل ابن یسار میگه امام صادق فرمود این کف رو دریا رو میبینی فضیل، اگر انسان گناهش به اندازه کف دریا باشه اما متوسل بشود به اهل بیت، اشکی از چشم او خارج شود، در عزای جدم سید الشهدا، خدا تمام گناهانش رو میبخشه. مگه ممکنه؟ بله. چرا؟ علامه بحرالعلوم سوار شد برود زیارت سامرا، تو راه زمزمه میکرد، میگفت مگر ممکن است کسی قطره‌ای اشک در مظلومیت سید الشهدا از چشمش خارج شود و خدا تمام گناهانش رو ببخشد؟ جوانی آمد بهش گفت علامه بحرالعلوم شنیدم تو این قضیه شما کلام دارید. گفت بله برای من سنگینه. گفت اجازه میدهید علامه بحرالعلوم قضیه رو برای شما نقل کنم؟ یه شاهی بود رفت شکار، گم شد، تشنه شد، گرسنه شد، پناه برد به یه چادری، یه پیرزنی تو اون چادر بود. علامه بحرالعلوم قصه رو دارم براتون نقل میکنم. گفت بگو پسرم. گفت پناه بود به اون چادر. به پیرزن گفت من شاهم، اومده بودم شکار، گم شدم، تشنمه، گرسنمه.
گفت من یک گوسفند از خدا بیشتر ندارم، شیرش رو میدوشم، بنوش، او رو ذبح میکنم، برات کباب درست میکنم، بخور. گوسفنده رو کش، کباب کرد، شیرش رو هم به او داد خورد. گفت پیرزن من الان جون گرفتم، من شاهم، من بزرگ قومم، من دارای دارالاماره هستم، دارای پولم، بیا شهر، بیا پیش من، هر چی میخوای بهت بدم. از قضا آمد شهر، در دارالاماره. گفتم پیرزن برو، اینجا قصر شاهه، پیرزنان رو راه نمیدن، هر کسی رو راه نمیدن، معنونین اینجا وارد میشون. گفت من هر چی داشتم برای شاه قربانی کردم، بگید همون پیرزنه. گفت بیا تو. تمام علمای شهر رو جمع کرد. خوب گوش بدید طلاب، تمام علمای شهر رو جمع کرد. گفت علما، فضلا، آقایون، این پیرزن هر چه داشت در راه من داد، بفرمایید ببینم چی به این پیرزن بدم. یکی از آقایون بلند شد گفت آقا از این ساختمان ها قسمتی رو به این زن بده. یکی بلند شد گفت آقا از این پولات بده. گفت علما، کسایی که درد مردم رو حل میکنید، به شما میگم هر چه داشت در راه من داد، من باید این شاهیمو بهش بدم که نمیتوانم بدهم. علامه بحرالعلوم امام حسین هر چه داشت در راه خدا داد، نه تنها خودش رو فدا کرد، زن و بچهش رو به اسیری برد. ولذا خدا این مقام رو بهش داد، این منزلت رو بهش داد. فرمود به واسطه اهل بیت اگر قطره اشک در محبت سید الشهدا از چشم تو خارج شد، فردای قیامت خداوند متعال تمام گناهانت رو میبخشد. لذا امر شعائر امر سهلی نیست. خدا گفته است و به شعائر تأکید کرده است و شعائر وقت نیست. مقارنه می کردم قضایای ابراهیم، اسماعیل، هاجر رو، یحیی رو، همه رو خدمتتون عرض می کردم، یوسف رو و همینطور یعقوب رو، و می رسوندم این جریان رو به کربلا که کان فی قصصهم عبره. من قصه را براتون گفتم اما یه عبرتیه لأولی الالباب که حسینی خواهد آمد، کربلایی خواهد آمد. ابراهیم تو اسماعیلت رو بردی اما سالم برگردوندی. حسین من فذبحوه من الورید الی الورید. یحیی سرتو جدا کردن، تو تشت گذاشتن اما چوب خیزران بهت نزدن. یعقوب یوسف تو گم شد ولی سالم برگشت. علی اکبر قطعوه اربا اربا. ارباب مقاتل میگن آنقدر تیر و شمشیر به بدن علی اکبر زده بودن که نتوانست سید الشهدا جسم مبارک رو بردارد. صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید. خب ایام عید است و اجازه بدید دو سه بیت. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یک استئذان. راست میگن وارد خونه شدن، فاطمه زهرا ستار نداشت. قال ای و عزت الجباری لیس علی الزهراء من خماری. بله به خدا قسم زهرا ستار نداشته، به خانه هجوم بردن. لکنها لاذت وراء البابی. زنی که حجاب ندارد، ساتر ندارد، برای اینکه نامحرم او رو نبینه پشت در پناه میبره. امام زمان معذرت میخوام. فمدرعوها عصروها عصرا الا لعنت الله على القوم.